به نام خدا، امیررضا علیزاده هستم، دانشجوی مهندسی برق. این اولین ویدیو از سری ویدیوهای آموزش زبان سیه و تو این سری از ویدیوها قصد دارم که زبان سی رو تا جایی که بلدم و تا جایی که امکانش هست از صفر به شما یاد بدم. این ویدیو توضیحاتی در مورد این دوره است که چه پیش نیازهایی داره و هدف اصلا تولید این ویدیوها چیه. خب من یعنی قصد دارم در آینده برنامه نویسی سیستم های پنهان یا نهفته رو به شما آموزش بدم که همون AVR و میکروکنترلرهای آرم و حتی FPGA رو شامل میشه. برای این زبان ها، برای برنامه نویسی این تجهیزات و سخت افزار، بهترین زبان و مرسوم ترین زبان همون زبان سی است. سیه که اکثرا یا بد تدریس میشه و یا اینکه هزینه دوره هاشون خیلی گرونه و از طرفی سی چون مادر زبان هاست و اکثر زبان های برنامه نویسی توی دنیا سی بیس هستن. یعنی اگه شما سی رو بلد باشین، یادگیری بقیه زبان ها خیلی براتون راحت تره. و من تو این دوره از شما هیچ پیش نیازی نمیخوام، فقط بدونید الگوریتم چیه، چطوری کار میکنه، اصلا زبان برنامه نویسی و وقتی یه برنامه‌ای رو ما میخوایم بنویسیم چطوری واردش میشیم و چطوری چیزی که توی ذهنمون داریم و به کد تبدیل میکنیم. فقط همینو از شما میخوام، چیز دیگه ای نمیخوام و حتی لازم نیست که قبلا برنامه نویسی کرده باشین، هیچ چیز دیگه ای. بعد از اینکه زبان سی رو آموزش دادم، قراره یه چند تا پروژه کوچیک هم با هم انجام بدیم که یکم پروژه محور باشه و شما بتونین با زبان سی بیشتر آشناییت پیدا کنید و بدونین که اصلا چیزهای مختلف چطوری برنامه نویسی میشن، چطوری کار میکنن و الگوریتم پشتشون چطوریه. امیدوارم که بتونم این آموزش ها رو به خوبی براتون انجام بدم و سعی میکنم که هر هفته یا در مدت های کوتاه این سری ویدیوها رو براتون آپلود کنم. خیلی ممنون. خدا نگهدار.